امشب خیلی خلوته، هیچکی سمت اینجا نمیاد. برای این کاری که ما انتخاب کردیم همینه، یه حقوق خیلی کمی رو بهمون میدن، باید خودمون رو از اینجا نجات بدیم. تو هم بیا، به جای اینکه بیکار نشستی بیا مثل من کلیک کن و پول در بیار. کار خاصی هم نمیخواد بکنی، فقط روی این کلیک میکنی و با این کار پولدار میشی. واقعا اگه یه همچین چیزی هست اسمش رو بهم بگو، برم خونه در موردش تحقیق کنم. اسمش نات کوین هست، تازه آمده و رباتش داخل تلگرام قرار داره، حتما در موردش تحقیق کن. خب هر وقت شیفتم تموم شد میرم در موردش تحقیق میکنم. سریع برام 100 لیتر بنزین بزن، وقت جر و بحث با شما احمق‌ها رو ندارم. غلام سریع براشون 100 لیتر بنزین بزن. باید در مورد اون چیزی که غلام میگفت تحقیق کنم. اسمش هم نات کوین بود، احتمالاً یک توکن هست که تو صرافی ها میشه قیمتش رو دید. الان باید برم به یکی از صرافی های آنلاین و قیمتش رو نگاه کنم. هر کدوم از این سکه های نات کوین $100 میارزه و به تومان میشه 600 تک تومانی. به نظرم که ارزش وقت گذاشتن رو نداره، باید وقتمو روی همین کار اصلیم بذارم. فردا باید بار کامینا رو خالی کنم، فردا باید زودتر سر کار برم. The next day. غلام، من قیمت هر نات کوین رو دیدم، خیلی قیمت پایینی داشت، به نظرم ارزش وقت گذاشتن روش رو نداره. ببین غضنفر، باید توی زندگیت ریسک کنی. اگه ریسک نکنی رنگ موفقیت رو هم نمیتونی ببینی. بازم در موردش تحقیق کن و در موردش ویدیو ببین. بس دیگه، به جای این مسخره بازی‌ها همین کار اصلیتون رو با دقت انجام بدین. باشه رئیس، دیگه در موردش صحبت نمی‌کنیم. چند تا ویدیو در مورد نات کوین دیدم، همه گفتن خیلی آینده خوبی داره. یک ویدیو دیگه میبینم ما اگر اینم مثل قبلیا بود، من هم میرم و نات کوین جمع میکنم. با سلام خدمت دوستان عزیز، خیلی از شماها از من پرسیدید که نات کوین پول میشه یا نه. باید بهتون بگم که نات کوین چه موقع پول میشه. هیچ وقت. شاید با خودتون بگید چرا؟ چون که خود سازنده این بازی گفته این فقط برای سرگرمیه و فقط برای جذب مخاطب برای یک توکن دیگه است. آره میدونستم که نات کوین دروغ است و کلاهبرداری هست. خوب شد این ویدیو رو دیدم. خب الان باید برم پیش غلام. غلام چرا اینجا نیست؟ سلام غضنفر. سلام غلام، چجوری این ماشین رو خریدی؟ با نات کوین خریدم، انقدر کلیک کردم کلی نات کوین جمع کردم و فروختم و الان قیمت هر سکه نات کوین نزدیک به $5 و اومدم بهت بگم که من از اینجا استعفا دادم و توی یک اداره الان کار میکنم. خداحافظ. غلام تونست با نات کوین هایی که داره ماشین مورد علاقه خودش رو بخره، اما من یک لحظه هم برای نات کوین وقت نذاشتم و هیچی گیرم نیامد.